سلام. امروز میخوام راجع به ورکشاپی در تایلند براتون صحبت کنم که توسط ساشا و دولورس انجام میشه. اطلاعات بیشتر رو در لینکی که پایین این ویدیو گذاشتم میتونید ببینید. این ورکشاپ متمرکز روی کانتکت ایمپروویزیشن هست و لوکیشنش در تایلنده. از 3 تا 23 دیسمبر برگزار میشه و ددلاین برای اپلای کردن 1 دیسمبر هست. هزینه این ورکشاپ به 3 دسته تقسیم بندی شده. یکیش برای لو اینکام پرایس هست که به 12 نفر میدن. یکیش با قیمت عادی هستش و یکیش هم به همراه اسکالرشیپه که برای اسکالرشیپش دوباره یک لینک مجزا داره و میتونید برای اون اپلای بکنید. برای محل خواب بهتون 2 تا آپشن دادن، یا اینکه کمپ بکنید و چادر خودتون رو ببرید و یا اینکه با یک شخصی یک تختی رو یعنی یک اتاقی رو شیر بکنید. در پایین همین صفحه میتونید فرم اپلیکیشن و فرم اسکالرشیپ رو پیدا بکنید. در اپلیکیشن فرم سوالهایی مثل اسم، ملیت، تجربتون در کانتکت ایمپروویزیشن، بک‌گراند هنریتون و سوالهای دیگه از این قبیل ازتون میپرسن. فرم اسکالرشیپ هم بسیار مشابه فرم اپلیکیشن هستش و پیشنهاد میکنم اگر میخواید واسه این ورکشاپ اپلای کنید فرم اسکالرشیپش رو هر چه زودتر پر کنید، به این دلیل که به تعداد خیلی محدودی این اسکالرشیپ رو میدن. این ویدیو یک چکیده‌ای بود از اینکه چطوری میتونید برای این ورکشاپ که توسط این 2 نفر برگزار میشه در تایلند اپلای بکنید. برای اطلاعات بیشتر به لینکی که زیر این ویدیو هست مراجعه بکنید.